قصه نوبتی ما نام دارد بچه روسیه میرم، مادر روسیه میرم. این قصه در اصل شده است، قصه نیست و در زندگی بسیار شنیدیم. تابستان بود، هوا گرم، همه مردم با دو و تازه کار. دهات میدونه چگونه است. در یک اویله آموزگار دهخان پسر مکتب رو ختم میکند با نام سهراب. نزد پدر و مادر میگوید که پدر، مادر، من به روسیه میروم کار. پدر و مادر میگوید که نه بچه، میگوید که من زن گرفتنم در کار. معرکه های ما تاجیکان رو خوب میدونید، چند قدر معرکه های دبدبناک بود همون زمان. روزی نمیشوند در اول. پدر میگوید که بچم، به همین معاش معلمیم، به همین دهقانیم علاج کرده تو را خانه‌دار میکنم. بسیار دشوار بود. همین آنها تنظیم برآمد. روستی به خدا قسم چندین نفرها خرسند شدند که در حقیقت خرج زیاد بود که بیچاره نمیتوانستند، میرفتن شهر مسافری. پای میبرید من چی رو در نظر دارم. خلاصه پدر و مادر رو راضی کنید. پسر رفت. چون از در بیرون میشد خرچش میگفت که یکا جان برای من پلانشه دارید. خیر و خوش کرد. самолет پرواز Москва. Аэропорт, самолет, хоть Москва, улетает далеко. Алакай Москва. دو تازه کار. تو عادت کردن مهاجر وقتی نو میروی خوب میدونه چگونه وضعیت بود. تو عادت کردن بسیار زیغ میشد، گریه میکرد، خیلی زیغ میشد برای خانه. دو تاز آن زمان حجت گذاری هم خیلی دشوار بود. کارمندان پلیس هم بسیار غم میدادن. دو تاز عذاب، درد، اضطراب، عموما عذاب غریبه همه ما دیدیم. روز پس از کار جوان حلقه در بند چند وقت گذشت. زمستان شد. پس از کار از پسی که پلیس ها نبینن حجت پرسی نکنن ویان با قوت، یعنی که همون چهت های دام بیناها به خانه روان بود. ناگه میگرد صدای پای شد. گشت نگاه کنم یک چند جوانان سرهایشان تراشیده. سکین خیل میگفتم یک زمان که اینها میگونه مشهور بود. از پس هم میگود با شدت آمده ایستادن. احساس کردم که در حقیقت به سوی من روان هستند. من هم کمی دیدم که وضعیت ناجور. بعد دویده میگرد. از بس که کوچه ناهموار بود، در سنگ پایم لط خورد و افتیدم. دیگر همه آمده مرا دوره کردن. با تبسم میگفتند که روسیه для русских это наша добыча. گویان همه در بودن. روسیان حالت بیان کردن خیلی دشوار است. نمیدونستم چی کار کنم. راه گریز نبود. جایی بود که دیگر کسی نبود. اولین ضربه آهن به سر خوردم که تمام بدنم شخ شد. درد، هراس، ترس همه گم شد. صدا آمد در گوشم. افتیدم. چشمانم آهسته آهسته خیره می شد. دوم ضربه فرامد که در دست زنجیر و کارد و هر چی داشتن. دوم ضربه فرامد که دیگر من احساس کردم که تمام. خود به خود می گفتم که خدایا می میرده باشم. وقتی چشمانم آهسته آهسته خیره می شد بعد می گفتم مادر جان ببخش مرا مادر
که روی تو را ندیده رفتم. پدر جان، مادر جان، ببخش. دیگر همین طریق چشم پوشیده می شد. سحر کمپیرهایی که بود روچون کنها جسدش را پیدا می کردن که خواب در نزدی ها. خیلی تمام مردم جمع شدن، پیدا کردن. پدر دهات همه دوت از خورسنده. پدر از کار می آید، از مکتب می گوید تک زمین رفته خبر گیرم. پدر در سری زمین ناگه زنگ تلفنی می شود. پدر گوشی را می بردارد. صدا است که می گوید که اکای عزیز، پدر، شما پدر هستید، البته می فهمم، لیکن فراموش نکنید هر مصیبت می آید از جانب خدا می آید. تعزیه مرا قبول کنید که فرزندتان رو می برند. پدر خدایا گویا دو پاچکش را در زمین می زنه. دیگر هیچ علاج. با مادر بیچاره نمی گویند، با مادر تنها می گویند که بچه‌ات می آید. مادر تیاری تمام خیش تبار سرجم حیران می شود که اینقدر خیش تبار سرجم شدن. بیا خوراکی دوست داشته اش را بچه منتو را تیار کنم که بچه بسیار منتو را دوست می داشت. مادر منتو آماده می کرد، تیار می کرد. اما مادر بیچاره نمی دانست که جسدی فرزندش می آید. واقعا خیلی زیاد شده بود. من دوامش را نمی گویم که الکی احساس کردید. می گفت که دور از دیار بودن مشکل بود است ای دوست. پس تو بلندی عمر بسیار بود است ای دوست. دور از دیار و یارم، غمخوار و بیقرارم. تنها مادر جانم غمخوار بود است ای دوست. خدا نگهبان شما غریبان. به خدا بسیار دلم می سوزد برای شما و کوشش می کردم که تو چیزی برای شما نمیخواستم که شما را غمگین سازم، چون اینها قصه و همش برای آن است که یک چشم باز کنید تا در زندگی برای شما یک تکان باشد. خود را احتیاط کنید. ما دعاگوی شما.